خب دوستان عزیز، شبتون بخیر. امشب خیلی خوشحال هستیم که برنامه فولمون این ماه آیوین رو در خدمت دکتر فریمای نازنین برنجی هستیم. دکتر فریما که به نظر من یکی از یونیک ترین، در واقع میتونم بگم بیوگرافی ها رو دارن. برای ما خیلی خیلی میگم بی صبرانه منتظریم که از خودشون بشنویم. سعی کردیم که زندگی نامشون رو خیلی خلاصه به فارسی ترجمه کنیم و پیشا پیش عذرخواهی میکنم اگر این ترجمه به طور کافی نیست، به خاطر اینکه واقعا فکر میکنم کارهایی که دارن میکنن انقدر یونیکه که هنوز ترجمه های فارسیش درست نشده. ما میندازیم تقصیر کارهای بسیار یونیکی که فریما جان میکنن. فریما برنجی دارای کارشناسی ارشد در رشته‌های مردم شناسی، باستان شناسی و ethnochrology که در واقع من تعریفش کردم رقص شناسی یا رقص شناسی باستان. مسیر علمی او با دریافت دکترا در متافیزیک، دوره فوق دکترا در حوزه عرفان و آیین‌های ایرانی تکمیل شده است. او یک هنرمند و طراح رقص و موسیقی بین‌المللی است و برنده جوایز متعددی برنده جوایز متعدد بین‌المللی است و از جمله از برجسته ترین پژوهشگران جهان در زمینه ethnochrology و آیین باستان ایرانی به شمار می آید. فعالیت‌های او در سراسر جهان از پژوهش‌ها، سخنرانی‌ها، اجراها و آموزش‌های متعددی تشکیل شده است و هدف آنها الهام بخشیدن به خلاقیتی پویا و توان افزایی دوباره از طریق هنر، رقص، موسیقی و حرکت است. من حقیقتاً بسیار بسیار مشتاق شنیدن امشب هستم که میدونم مرسی. تاپیکتونم میترامیس انتخاب کردین. خیلی ازتون ممنونم. و اینه که نمیدونم چند نفر از شما در دنیا وجود داره که در این عمق به قول معروف هم تحصیلاتشون رو انجام دادن و هم این همه سال پیگیرانه توی این مسیر قدم برداشتیم. بازم خوش آمد میگم مرسی. و با اجازهتون فکر کنم اسپیکر ویو رو میذارم بر شما که بتونیم بیشتر ازتون استفاده باش. کنیم. بفرمایید، ما مشتاق مرسی، شنیدنتونیم. خیلی ممنون. مرسی که دعوتم کردین. اگه بعض وقتا یه کلمه فارسی رو اشتباه میگم ببخشید. من اه، انگلیسی میخوره بهتر از فارسی ولی سعی خودم میکنم. اگه اشتباه گفتم میتونین درستش کنین. من امشب برای برنامه شما داستان میترا مس یعنی زایش نور رو دارم و تیکه هایی که میگم در اصل میخواستم که از کتابم بگم. نمیدونم تو میتونیم ببینید یا نه دقیقا. ولی کتابم Companions of the Sun یاران خورشید 500 صفحه هست که اگه که نمیدونی من اولین زن ایرانی هم که تد تاک داشتم و برای اوباما و بایدن سخنرانی و هنرنمایی کردم. واو. و این کتاب رو نوشتم به خاطر اینکه واقعا ما هیچ کتابی نداشتیم، نه توی ایران نه توی آمریکا، که واقعا از آینای باستانی ما بگه و از کجا آمدن و چی شدن. یعنی ما خیلی آیین ها داریم که اصلا خود ایرانی ها هم نمیدونن و من نزدیک بگم 15 سال رفتم و ریسرچ کردم تمام کل ایران زمین رو که بتونم این آینا رو بنویسم، چون واقعا مهمه که ما اینا رو داشته باشیم. اگه اینا رو نداشته باشیم دارن از بین میرن، خیلی هاشون از بین رفته متاسفانه. بعد امشب گفتم که تیکه از قسمتی از کتابم رو بگم، چون یک قسمتی از کتابم درباره آیین‌های گم شده یلدا، مهرگان و نوروز، به خاطر اینکه ما آیینایی که امروزه انجام میدیم تقریبا اینا اصلا مدرنن. یعنی ما واقعا امروزه آینه اصلی نوروز، مهرگان و یلدا رو اجرا نمی کنیم و باید که کم کم شروع کنیم اونها رو بیاریم.
چون تمام بیشتر چیزایی که امروزه ما استفاده میکنیم تقریبا بعد از دوران ساسانیا اتفاق افتاد یا بیشترش بعد از دوران صفویه اومد و هیچ کسی الان آیین اصلی یک دوران هخامنشیان یا حتی زمان پیشدادیان یا که برای میترا ایلامی ها یا مادها انجام میدادن ما دیگه انجام نمیدیم و حیفه که اونها از بین بره. امشب میخواستم چون به یلدا نزدیکه درباره آیین یلدا که اصلا یلدا چی بود و اسم اصلی یلدا چی بود صحبت کنم و ما چه کارهایی میکردیم که امروزه انجام نمیدیم و زیبا میشه که اگه روزی بتونیم اون اصلی آیین های یلدا رو بیاریم. ما قبل از اینکه اصلا اسم یلدا بیاد نمیدونم تا چقدر میدونیم ولی یلدا اسمیه که اسم سوریانیه، اصلا اسم اصیل پارسی هم نیست. قبل از اینکه ما بیایم بهش میگفتن میترا مس، مثل کریسمس که ما میگفتیم یعنی مس کرایست، یعنی مهمانی کرایست یا تولد کرایست. در زمانه که رومی ها اومدن و پوپ لیوپورت اومد و اسمش رو گذاشت میترا مس، یعنی زایش نور، یعنی مهمانی میترا که میترا میس بهش میگفتن یا میترا مس. میترا خب همینطور که میدونین خدای نور ایرانی ها بود، نه تنها ایرانی ها، خدای بابلی ها بود، خدای مان ایلامی ها و مادها و بعد که امپراتوری ایران اومد خب بعد شد برای پارسی ها و مهم بود. خب اول میترا رو ما زمان ایران زمین قبل میترا به عنوان زن بود و بعدها که رومی ها اومدن و خب اومدن و خیلی از آیین‌های ایرانی رو از بین بردن چون زنها انتخاب اجرا می‌کردن، به خاطر اینکه این انرژی زن رو و این قدرت زن رو بگیرن، رومی ها اسم میترا رو به میتراس کردن و مردش کردن. برای همین بعدها پوپ لیوپولد گفتش که من میترا رو به عنوان، بعدها اومدن گفتن که میترا هم میتونه زن باشه هم مرد، دیگه اون ما هیچ جندری براش نمیذاریم. پس از میترا شد میتراز، بعد الان شده میترا، یعنی 3 تا اسم براش عوض شد. و آیین هایی که ما داشتیم زمان میترا مس و جالب اینجاست که امروزه ما خیلی ها فکر میکنن که یلدا و شب چله یکیه، در اصل یکی نیست، اینا یه شب با هم فرق میکنن و شب چله در اصل شبیه که میترا نور به وجود میاد، یلدا بعدش اتفاق میفته. یعنی یه بازیابیه، یعنی اون فردا شبشه که ما که جشن یلدا داریم، ولی شب چله شبیه که میترا داره به دنیا میاد، نور داره به دنیا میاد، دوباره نور رو برای ما میاره. و در زمانهای قدیم باور داشتن که شب 20 زایش مهر، تولد نوره و حتی مسیحی های شرقی در سوریه، در لبنان، اینها روز کریسمس و 25 دیسمبر جشن میگیرن، اینها 20 دیسمبر جشن میگیرن چون باور دارن که مسیح همون شبیه که میترا به دنیا میاد. و یه سری از ارتودکس ها اصلا تولد مسیح رو 25 جشن میگیرن، اینا 12 اپریل جشن میگیرن، به خاطر اینکه اگر که شما ستاره شناسی رو بدونین، ستاره تیشدار که اون شبیه که مسیح رو زیر اون ستاره پیدا میکنن اصلا نمیتونه در زمستون خودشو نشون بده، ستاره تیشدار فقط میتونه خودشو در بهار نشون بده. برای همین خیلی باور دارن که اصلا مسیح 25 به دنیا نیامده. پس چی شد که ما کریسمس شد 25 و به این برمیگرده دوباره به میترا مس، به خاطر اینکه در اصل قبل از اینکه رومی ها بیان ایران، میترا مس در روز 25 دیسمبر بوده.
25 دسامبر جشن می گرفتن پارسی ها، ایرانی ها، ایلامی ها، مادها در روز 25 دسامبر رو جشن می گرفتن و پوپ لیوپولد میاد در روم و میگه این مردم ساده جشن زادروز مسیح را رها کردن و یک آیینی که ما اصلا قبول نداریم و دارن جشن میگیرن، چون میترامس تمام دنیا اون زمان داشت جشن میگیره. به خاطر اینکه این به عنوان من نمیدونم به فارسی پیگن ریچوال چی میشه، شاید به شما بتونین کمکم کنی، ولی اینا قبول نداشتن که باید میترا رو جشن بگیرین. تولد مسیح رو عوض کرد به 25 دسامبر و از 25 دسامبر دیگه کسی اجازه نداشت که میترامس رو جشن بگیره. مرسی، خیلی ممنون. بله، بت پرستی و اجازه نداشتن کسی جشن بگیره. مردم معمولی شروع کردن گفتن پس ما میاییم اون شبی که تاریکی عوض میشه شب چله، اون شب رو میذاریم میترامس و 25 میتونه روز تولد مسیح باشه. این تمام این تاریخ به خاطر پوپ لیوپولد زمان قرن 14 هم عوض میشه. برای همین در اصل تولد میترامس همون تولدی بود که ما امروز مسیح رو جشن میگیریم و دیگه این رفت به تمام دنیا و شد 25 دسامبر تولد مسیح، ولی در اصل تولد میترا بود. و جالبش اینجاست که ما ایرانی ها زمانی که میدونستیم که زمستون میشه و تولد میترا میخواد بیاد، در بهار یا تابستون ما شروع میکردیم درخت میکاشتیم. وقتی که درختمون رو میکاشتیم باور داشتیم که بالاخره در درخت سدر یا چنار میکاشتیم و قبول داشتیم که اگه وقتی که این درخت کم کم بزرگ میشه، در شب تولد میترا ما دور این درخت جمع میشدیم و نیایش میکردیم، رقص‌های انجام میدادیم و قبول داشتیم که این درخت یکی از منیفستیشن‌های میترا هستش. امروزه ما کریسمس چی کار میکنیم؟ ما درخت میذاریم، به خاطر اینکه قبول داریم که درخت یکی از برآورده های مسیحه. ولی در اصل باورتون نمیشه که اگر همین که زمان پوپ لیوپولد اگر شما درخت میذاشین، درخت کریسمس میذاشین، درخت به عنوان بت پرست بود، یعنی حتی شما رو میتونست براتون بد بود. یعنی خیلیا به خاطر میترا یواشکی درخت میکاشتن یا یواشکی دور درخت جمع میشدن. درخت به عنوان بت پرستی بود. ولی بعدها دوباره وقتی ملکه ویکتوریا اومد در ایران، بعد از اون که آیین میترائیسم رو دوباره دید، برگردوند به انگلیس و گفتش که برای شب کریسمس درخت بذارین. یعنی ویکتوریا بود که اومد و درخت رو برگردوند به مردم دوباره. یه زنی دوباره به داد داستان و اونم خیلی داستان جالبی داره، یه خورده طولانیه، ولی اگه کتاب داستان کوین ویکتوریا بخونین، کوین ویکتوریا وقتی که اومد در ایران در زمان جشن روی میترامس، وقتی که دید این خیلی چیز جالبیه، خب اون موقع نقاشی میکردن دیگه، ما که عکس نداشتیم، نقاشی میکردن و این نقاشی ها خیلی معروف شد در انگلیس، در اروپا، و مثل الان که یه چیزی وایرال میشه توی سوشال میدیا، اون موقع این عکس گرفتن کوین ویکتوریا در ایران با درخت چنار معروف شد و تمام اروپا رو گرفت و برای همین شد که بعد ما کریسمس درخت گذاشتیم. پس بگردیم این عکس رو پیدا میکنیم فریما جون؟ بله، توی ممکنه پیدا بشه، میدونم توی موزه بریتیش میوزیوم هستش یه تیکه های از این داستان، ولی شاید پیدا بشه آنلاین نگاه کنیم. آره. بعدها ما خب این درخت از آیین ما رفت و به اروپا رسید. یه آیین دیگه که ما خیلی داشتیم، ژوان لیدیوس یکی از نویسنده‌ای بود که اومد در ایران و خیلی از جشن‌های آیین‌های ایرانی خیلی نوشته و یکی از
این جشن ها جشن همین شب میترامس رو نشون میده که میگه که میدیدن که همه دور این درخت ها جمع میشدن، همه میرفتن در بیرون، با اون که هوا سرد بود همه میمدن بیرون، یه راهپیمایی داشتن، شمع یا نور در دست داشتن و باور داشتن که شب دوباره نور برمیگرده، دوباره خورشید برمیگرده. و پر همین مراسم اونا رو نوشته بود، مراسم جشن‌های آیینی ایران باستان رو برای میترامس نوشته بود که خیلی جالبه. یکی از مراسماش این بود که مردم در میدانهای شهر جمع می شدن و سفید در تن داشتن، شمع در دستشون بود یا آتیش روشن میکردن و دور آتیش میرقصیدن و آواز میخوندن، آیین یسنا انجام میدادن. اگه آیین یسنا رو نمیدونین، آیین یسنا قبول داشتن که بدن میترا نونه و خون میترا شرابه، که امروزه ما در کلیساها میگیم که شراب خون مسیحه و بدن مسیح نونه که ما میخوریم، ولی به اینا میگفتن آیین یسنا و این رو اجرا میکردن و همه توی شهر جمع میشدن و در دربارهای پادشاهی جشنهای خیلی بزرگی داشتن که تا صبح تا خورشید بیاد اینا جشن میگرفتن. بله، امشب شب یلدا همه نون و شراب نون و شرابتون رو بله بخوریم. و حتی من در یکی از کارهایی که در باستان شناسی که رفتیم خیلی چیزایی پیدا کردیم که در معبدهایی پیدا کردیم که نشون میده این آیین یسنا رو که جمع شدن و کاروایی که پیدا کردیم رو نشون میدن. یکی دیگه از آیناشون این بود که پاکسازی مکانهای مقدس یا تمپل ها یا حتی خونه. ما امروزه وقتی که خونه تکونی میکنیم بیشتر برای نوروزه، ولی در اصل قبول داشتن که برای روز میترامس، برای روز زایش نور، شما باید تمام خونه تمیز باشه، باید برای نور شما تمیز باشین، هم درون هم بیرون. امروزه ما کسی رو نمیدونیم که خونه تکونی کنه برای یلدا یا برای شب چله، فقط برای نوروز انجام میدن. ولی شب زایش مهر مهمتر از نوروز بود، ولی کم کم این اومد و نوروز بالاتر رفت. ولی در اصل میگفتن که 1 ماه قبل از این که شب زایش نور باشه باید خونه تکونی میکردین، باید خودتون رو پاکسازی کنین، چون دوباره داره براتون یک تولد جدیدی میاد. و به اون میگفتن، اون زمان میگفتن بپتیزم، یعنی اینکه خودتون رو باید دوباره تمیز کنین. و چی کار میکردن؟ میرفتن و در معبدها آب مقدس میترا رو به خودشون میزدن، دستشون رو تمیز میکردن، صورتشون رو میشستن، که باز ما امروزه چی داریم؟ امروزه ما بپتیزم داریم، یعنی باز اون بپتیزم میاد. و در جنوب ایران هنوز این کار رو انجام میدن، یعنی 1 ماه قبل از اینکه شب یلدا بشه در جنوب ایران یک ترایبایی هستن که واقعا میرن در کنار رودخانه ها یا بعضی از جاها برای آب دعا میکنن و این آب رو به صورتشون میزنن، یا حتی اون آب رو میارن خونه و قبول دارن که اون آب باید خونه باشه که اینا دوباره برای نور تمیز باشن. و این بازی آینیه که ما هیچ وقت انجام نمیدیم، ما هیچ وقت اون آب مقدس رو دیگه نمیذاریم توی خونه ها. این یه چیز خیلی مهمیه. سرودای آوستایی میخوندن بعد از برای اون زمان و همیشه باور داشتن که میگفت بعد از اینکه دیگه چند 1000-2000 سال بعد میگفتن که اون ستاره‌ای که ما میذاریم روی درخت امروزه، اون ستاری که ما میذاریم روشنایی، در اصل یه حالت تراینگل میذاشتن، میگفتن اهورامزدا، زرتشت و میترا، یعنی پدر، پسر و روح القدس. میترا روح القدس بود، زرتشت پسر بود و اهورامزدا پدر بود، و این ستا رو با هم یکی میکردن و قبول داشتن که این انرژی بالای اون درخت روشنایی برای ما میاره، که ما امروزه اون ستاره رو، اون تراینگل رو به عنوان یه ستاره میذاریم بالای درخت.
خب پس بازم این اینایی که یه دارن میگن پدر پسر روح القدس، اصلا دوباره حق زنها کلا خورده شده، اصلا لازم نیست بریم به آیین و اینا جایی رد پای از زن باشه، در حالی که اصلا از ریشه از زن بوده. چقدر جالب. بله. داری ما رو یواش یواش با کریسمس آشتی میدی یا نه البته ما خود از قهر نیستیم، ولی کلا من دیگه وقتی بچه ها من بزرگ شدن خیلی دیگه دنبالش نمی کردم، ولی واقعا همیشه اینو شنیده بودم که از آینه یلدا خیلی الهام گرفته، ولی این جزئیات خیلی شنیدنیه. بفرمایید. بله. اسخای. نه بعد نخواهش کنم. و توی شب یلدا همیشه باید یک نوری، یک شمعی، یک چیزی پشت در خونه میذاشتین، به خاطر اینکه قبول داشتن که تاریکی وقتی که نور رو میبینه اون بدی از جلوی خونه میره، اون سیاهی میره. بعدها گفتن اهریمن از جلوی خونت رد میشه. یعنی یه چیزی که به حتی ما امروزه میگیم پاسوور، شاید در دین یهود شنیده باشین که میگن پاسوور، ولی در اصل در ایران باستان قبول داشتن که اون شب که بیشترین تاریکی رو داره و میترا میخواد دوباره به دنیا بیاد، یک نوری باید بذارین جلوی خونه که اون تاریکی از جلوی خونه رد بشه و برای شما روشنایی بیاره. و بازم ما دیگه اون آیین رو انجام نمیدیم، ما دم خونمون دیگه شمع یا روشنایی یا چراغ دیگه نمیذاریم که اون تاریکی از بین بره. و خیلی خوبه که شمع بذارین، حتی خب میدونم شمع خطرناکه الان شب بذارین تا صبح، ولی یه روشنایی بذارین، یه چیزی، یه نوری بذارین که اون تاریکی اهریمنی از جلوی خونتون بره. بله. و یه چیزی که دیگه خیلی جالبه که باز به بعدها رفت توی آیین کریسمس ولی برای آیین میترائیزم بود، این که امروزه میدونین که مثلا زمان کریسمس شما از این ستاکینگا، از این جورابا میذارین تو خونتون و توش کادو میذارین، ولی یه چیزی که خیلی جالب بود این که زمان تولد میترا مردم ایران زمین اون موقع ها یا طرف بابل باور داشتن که اگر که یک کیسه یا حتی یه تیکه کیسه رو پر از غذا یا چیزایی که لازم بود برای کسایی که مثلا خب نیاز داشتن میذاشتن تو اون کیسه و میذاشتن پشت درشون و میگفتن که هر کی که لازم داره شب بیاد اینو ورداره ببره و اصلا نگه کی هستش، ما نمیخوایم بدونیم کیه، ولی اگه واقعا گشنته یا چیزی لازم داشتی، آرد میخوای، نون میخوای، غذا میخوای، بیا این کیسه رو وردار ببر، که به عنوان یک هدیه‌ایه که مردمی که دارن به اونایی که ندارن هدیه بدن. که بعدها این کیسه شد اون ستاکینگی که ما میذاریم، شبا میذاریم کادو میذاریم تو اون ستاکینگ که صبح بیا و کاداتو ورداری از اون جوراب بری. ولی در اصل این آیین برای ما خیلی وقت پیشا اینو انجام میدادیم و باز این یه آینیه که ما دیگه انجام نمیدیم. ما به کسایی که واقعا احتیاج دارن باید شب یلدا کمک کنیم، به کسایی که نیازمندن باید کمک کنیم و اون کیسه که غذا توشه یا کسی چیزی میخواد میذارن تو اون کیسه و بهش میدن، ولی امروزه انجام نمیدیم. یه چیزی که خیلی جالب بود این که کاهنان به خصوص خانوم ها که اونجا بودن به اسم کاله بهش میگفتن، کاله ها لباس سرخ تنشون بود، لباس قرمز تنشون میکردن به خاطر اینکه اون لباس قرمز نماد آتیش بود، نماد نور خورشید بود و این خانم ها که کاهنان معبد بودن میمدن و میچرخیدن و میرقصیدن، یا ما بهش رقص نمیگفتیم، وشت میگفتیم، وشت انجام میدادن و از خود بی خود میشدن و میگفتن که ما این را برای میترا داریم انجام میدیم. بازم این یک آیینیه که ما امروزه متاسفانه از دست دادیم. بعد خب امروزه دیگه
اون آینای اصلیه که ما انجام میدادیم کم کم دیگه از بین رفت و بعد از دوران ساسانیا، بعد دیگه صفوی‌ها و اسلام و امروزه یه سریش رو نگه داشتیم ولی یه سریش کاملا عوض شد. یعنی ما یلدا رو یا شب میترامس رو دیگه اونطوری که قبلا جشن میگرفتن امروز جشن نمیگیرن و بیشتر خب حافظ خونید اومد، خب دوره هم جمع میشن یا میخونن جشن میگیرن، ولی اون پاکسازی، اون غسل و تمید، اون سرخ پوشیدن، شمع گذاشتن جلوی در یا حتی هدیه دادن به کسایی که واقعا لازم دارن یه خورده از بین رفته و حتی درخت کاشتنمون هم از بین رفته. ما دیگه درخت نمیکاریم، اون زمانا درخت میکاشتیم و درخت کاشتن چنار یا صبر خب برکت می آورد برای خودت، برای خانواده، برای توی خونه. و انار خوردنمون رو هنوز داریم. ما انار میخوردیم به خاطر اینکه انار به عنوان اون خون فرشتگان بود، خون میترا بود و دون انار به عنوان دون بدون آدمی زاد بود. یعنی میگفتن که ماها وقتی که میمیریم دونمون دوباره به دنیا میاد، اون خونه که در اون دونه دوباره یک برکت دیگه میاره و یک نفر دیگر رو میاره در این زندگی. برای همین بهش میگفتن انار خیلی مقدس بود به خاطر اینکه دون به دون بودش. یعنی اون دونت کسی دیگر رو میاره و وقتی که اون دون انار رو شما میکارین یک انار دیگه ای میاد و برای همین انارم اینطوری بود. هندونه رو از من نپرسین، من واقعا نمیدونم هندونه چرا اومد و از کجا اومد. از اونو نمیدونم و یک میوه تابستونی اومد، زمستونی اونو نمیدونم، ولی بعضی ها میگن که اون بعد از اسلام شد و هندونه رو آوردن، ولی پادشاه شیکمو اومد هندونه رو انداخت وسط یلدا احتمالاً این دفعه. ولی خب رنگش چون رنگ سرخه خب ممکنه به خاطر همون بوده، ولی خب انار خیلی مهم بود چون انار اون سمبل دون بدون رو می آورد. دعا می کردیم و خلاصه یک دعایی من قبل از این که تموم کنم این جلسه رو، یک دعایی هست که از یکی از مجای یکی از کاهنان معبد برای میترامس میاره برای مردم ایران زمین که میگه که من یاران خورشید هستم، من یاری و از دون اهورامزدا نگهبان نور هستم. خورشیدی بر تاریکی چیره خواهد کرد و دوباره سفیدی خواهد آمد در شهر ما. ما امشب را بیدار میمونیم و شادی میکنیم، دروغ رو از خودمون دور میکنیم، پاکی میاریم که دوباره میترا برای ما نور و شادی بیاره. هرچند جهان ممکنه تاریکی داشته باشد، همیشه یادتون باشه که نور بر همه چیز پیروز خواهد شد. و اینم از آیین میترامس ما. مرسی. عالی بود. من با اجازت لایو اینستاگرام رو میخوام قطع کنم و بعد دیگه کاملا بتونم در خدمت شما باشم. یه ذرم رفتیم روی لایو اینستا که یه ذرم اونجا جمعیت ببینن. خیلی خیلی ممنون فریما جان و چقدر نکته داشت همین چی میگن این اگه یادداشت کرده بودم فکر کنم بیش از 5-6 تا آیین رو برای همین یلدا فقط برامون گفتی و من امیدوارم حداقل اون نوره رو بتونم انجام بدم. حالا ببینم کدومای دیگه رو انجام میدم. اینا یه سوالی هم بهار کرده بود، اگه دوست داری بهار جان خودت بپرسی. من اینو خونده بودم راجع به میترائیسم که نمیدونم ریشه مذهبی داشته یا نه، ولی من یه جای خوندم که ریشه مذهبی داشته. حالا بهار مثل که یه آشنایی دیگه ای داره به این جریان. خیلی اصلا فوق العاده خیلی چسبید. مرسی. فقط اونجایی که گفتین که همین هولی ترینیتی رو داشتین اشاره میکنین، تثلیث رو داشتین اشاره میکنین، پدر و پسر روح القدس، خیلی جالبه برای اینکه من طوری که درک کرده بودم اصلا به عمق شما نرفته بودم توش، ولی فکر میکردم میترائیسم
غربی با هم یکم متفاوت بودن. یعنی اون آیین مهری که ما میشناسیم که میترائیسم شرقیه فکر نمی‌کردم، یعنی برام جالب بود، اولین بار بود میشینم که اونم هولی ترینیتی رو به شکلی داشته. بله بله همیشه اینا خیلی مهمه که بدونین. ببین همیشه یادتون باشه تاریخ و همیشه کسی که میاد ما رو انویترها، اونایی که میان جنگ با ما میکنن، تاریخ اونا مینویسن و خیلی از رومی ها، یونانی ها اون زمان یکی از دشمنان ایران بودن، دشمنان ما بودن. قبل از اینکه خب مغول و ترک و عرب بیاد، یک دشمنان ما یونانی ها، رومی ها بودن و وقتی که اینا اومدن خیلی چیزای ما رو بردن و عوض کردن به اسم خودشون، ولی در اصل حتی خدایان ما رو، آناهیتا رو کردن پوسایدن، دایانا رو کردن دیانا، اینا همه عوض شد و آینا رو به عنوانی که خودشون آوردن به اسم خودشون کردن، ولی در اصل آینای مان زمان ما بود. و حتی زنفان یا ارسطو توی کتابش نوشته، تو کتاب هفتم ارسطو نوشته که یونانی ها انقدر به پادشاهای ایرانی حسودی بود، حسادت میکردن که خیلی از آیناشون رو آوردن و کلن و اینکه دوست داشتن و میخواستن ولی به اسم خودشون کردن که بدونن که مان اوناست، ولی در اصل آیین ما بوده. و آره این عوض شد ولی مان ما بوده. چقدر خیلی جالب. خیلی عالی بود. من دوست داشتم اون دعایی هم که آخر سر خوندی و اینی که کتابت پس یاران خورشید از این دعا میادش. یکمی راجع به کتابت هم فریما جون بگو، همین که حالا دوست دارم بدونم چجوری میشه تهیه‌اش کنیم، فکرش هستی فارسی ترجمهش کنی، اصلا دوست داریم راجع به کتابت بدونیم عزیزم. کتابم میشه اینطوری ببینید. بله من سعی کتابم می‌کنم برم یاران آنلاین. خورشید، همینطور که گفتم تمام تاریخ آینای باستانی که بعد امروزه برای امروزه شد مان عرفان و حتی دینهای امروزه که چقدر ما از دینامونو که امروز داریم، از هالادیامون که امروز داریم، از یاران خورشید میاد. ما هممون یاران خورشید بودیم. و حتی اسم سان که ساندی میشه، اسم سان خورشید به زبان فارسی بوده و خورشید شد بعد امروزه میگن خورشید. و این کتاب مرسی تقریبا نزدیک 500 صفحه است و تمام یعنی به عنوان من میگم نمیدونم این بایبل من همه چی رو دیگه تا تونستم گذاشتم و اگر که واقعا بتونین اینو بگیرین سپورت کنین و مهمه که اینو واقعا داشته باشین برای خانواده‌تون، برای بچه‌هاتون، به خاطر اینکه حیفه که ما این آینای باستانیمون از دست بدیم و بهشون یاد بدین، بهشون بگین که چجوری بودن. رقص هایی که تو آینه انجام میدن من تو این نوشتم، حتی موزیک هایی که میذاشتن تو این نوشتم و تمام همه آینایی که برای ما 7 خدایانمون داشتیم همشون هست. برای همین حیفه حتما بخونین یا معرفی کنین و سپورت کنین. مرسی. من و بهار خیلی پایه‌ایم که با شما لایو بریم، انواع و اقسام، یوتیوب لایو، اینستاگرام لایو. حتما بهار خودش دستش بالاست، ولی واقعا میخوام اینم فقط بپرسم ازتون، این کتابو به فکرش میکنی که مثلا به صورت یه پادکستی یا سلسله از نمیدونم واقعا من الان دارم فکر میکنم مثلا بیایم با هم دیگه بعد از این برنامه صحبت کنیم، یه 7 جلسه بذاریم، یه نمیدونم هر چی که خودت فکر میکنی که یه مقداری بیشتر اینا رو بازشون بکنیم، ولی کاری قبلا راجع به این کردی خودت به صورت وبیناری یا پادکست؟ نه خیلی دوست دارم آره اینو انجام بدم. برای اینکه فارسی ترجمه کنم دنبال کسی هستم که فارسی ترجمهش کنم. من اتفاقا حتی دارم اجازه پرمنت رو میگیرم تو ایران که بتونه این ایران هم چاپ بشه، چون همچین کتابی تو ایران هم نیست. نداره دقیقا. و دارم هم سعی میکنم یکی رو یا ایران پیدا کنم یا اینجا که بتونه اینو ترجمه کنه و
جالب اینجا که ممکنه به زبان عربی ترجمه بشه، به خاطر اینکه چند نفر اومدن گفتن که میخوان ترجمهش کنن به زبان عربی. یعنی اونا زودتر دارن ترجمه میکنن تا خود ایرانی ما ها. پیدا میکنیم، ما قول میدیم آره کمک کنیم برای این کار. ولی آره حتما اگه الان که پادکستی یا هر چی باشه خیلی دوست دارم که حتما باشه. ترتیبش بدیم. بهار جون گوش میکنیم شما رو عزیزم. من چند تا نکته دارم. اول از همه اما در مورد ترجمه بگم که من دقیقاً مترجم حرفه‌ای میشناسم که اسطوره شناسه و در این زمینم خیلی مطلعه اوکی که حتما دوست دارم کانکتتون بکنم. باشه. فکر میکنم که میتونه یعنی واقعا ایدئال باشه، مچ فوق‌العاده‌ای خواهد بود. من که ایشون مرسی. خودشونم اصلا من اولین بار از ایشون اینا رو شنیده بودم. اوکی بله. بنابراین اصلا کاملا آشنا، ولی اصلا شغلشون مترجمیه. اینه که اوکی من حتما شما رو در ارتباط با ایشون میذارم. بعد میخواستم بگم که من اینقدر هیجانی شده بودم همون موقع که داشتین توضیح میدادین، رفتم از کیندل گرفتم کتابو. یعنی مرسی. اول گفتم کاغذیشو بگیرم، بعد دیدم نه من نمیتونم صبر کنم چون داره میخوره به ویکند، میخواد حالا بیاد دوشنبه و اینا. خلاصه کیندل آنلاین گرفتم، ولی توی تو آدیبل چک کردم نبود. نه آدیبل هنوز نیومده. آره. ولی خب تو کیندل فکر نمی کنم عکساش باشه، چون توی این نه چرا فکر پیپر کنم هست. اوکی سب کنید الان من به من برام گفتن خیلی ممکنه طولانی خیلی. آره. الان من عکس خود شماست فکر کنم که با یه آقایی ایستادین، نمیدونم به هر حال. آره همه ممکنه. ایلستریشن اوکی ها اگه هست. باشه خیلی خوبه، چون اول به من گفتن که چون زیاد میشه عکس‌ها رو نمیذارن، ولی اگه گذاشتن که خب خیلی نه هم خوبه. مینیاتورا هست، اوکی پرفکت. چیزا هست، همه چیش هست. اوکی. ایش داره این اصلا این وای خیلی هیجانیه واقعا، خیلی خودم یعنی واقعا اصلا مرسی. این دقیقا این چیزاییه که من خیلی دوست دارم. و واقعا دینا هم گفت من که خودم دارم اصلا یه سری برنامه تو یوتیوب خودم دقیقا راجع به همین چیزا میسازم، ولی تو خود آیوین هم من فکر میکنم ما باید حتما یه سری جلسات داشته باشیم که از شما بیشتر یاد بگیریم. مرسی ولی خیلی آره ممنون. مسئله مرسی. فقط میدونی که بهار جون محتواست و دمت گرم هر جوری که با هم دیگه حتما حرفاشو میزنیم، ولی فکر کنم یوتیوب چنل تو هم خیلی جای خوبی میتونه باشه برای اینا. و یکی دیگه هم که برای من خیلی جالب بود، البته بچهای دیگه هم اگه مهران جان، گیتی جان، سلماز جون، میدونم جمع به قول معروف خوش فکرها اینجا همه هستن، اگر مطلبی دارین شما بگین، من سالام یادم میمونه. من که واقعا لذت بردم از این همه مرسی. اطلاعات. اصلا هم این نشنیده بودم و نمیدونستم به این اکستن. و منم یه نفر رو در نظر دارم که در ایران هست، ایشون هم کتاب گلستان رو حتی به صورت شعر ترجمه کردن. ولی خب بهار جون یه نفر رو میشناسن که حتی اسطوره‌ای هم هستن، بنابراین اگر اون نشد باز نفر دوم من میتونم با ایشون هم صحبت مرسی کنم. واقعا دستتون در ولی واقعا فریما جون دستت درد نکنه، ماشاءالله. مرسی. من باورم نمیشه که این همه دقت و در عمق رفتن و ادعا و ایجاد پراید، افتخار برای ما که این چیز سنت ها رو داشتیم. و متاسفانه الان بعضی وقتا اصلا نمیدونستیم که از خودمون شروع شده، فکر کنیم که دنبال روی بقیه هستیم. مثلا تو ایران الان وقتی که بقیه کلاس درخت کریسمس میذارن، ما فکر میکنیم اینا غرب زده هستن. بله در که اگر بدونیم اساسش رو میبینیم بازگشت به اون قدمت و عظمت خودمون هست. مرسی برای همین. خواهش میکنم. ولی خوبه که واقعا بهشون بگیم که اونطوری که ما داشتیم اجرا کنن، چون الان همه کریسمس رو جشن میگن و درخت رو به عنوان کریسمس میذارن، ولی خوبه که بگن که نه، درخت رو برای شب یلدا بیارین، درخت رو اونطوری که باید انجام بدین، نه فقط به خاطر اینکه کریسمسه. من یه کار دیگرم قول میدم بکنم، هر بهار من یه درخت میکارم حداقل. یعنی اون تیکم خیلی از چیزایی که گفتی که البته سعی میکنم حالا ببینم چند تاش یادم میمونه که و برای همینه که ایران میگفتن که بیشترین درخت صبر رو داشت، بیشترین درخت برای همینه، چون هر بهار درخت میکاشتن. ما بیشترین درخت رو داشتیم توی ایران.
ببین من نمیدونم میخوام یه چیزی بگم. من شخصا از اینی که ایران این کارو میکرده، روم این کارو میکرده، واقعا خیلی ممکنه بعضیتون ناراحت بشین، خیلی به اینا شاید من نخوام بپردازم، ولی اون چه مسلمه وقتی که شما وقتی دکترا، من شنیدم شما دکتراتون رو تو این زمینه گرفتین، اصلا همینجور مونده بودم، گفتم واقعا مگه داریم، مگه میشه؟ بعد که شد پست داک گفتم نه دیگه این دیگه یه لول دیگه از بازیه. میخوام بگم ولی حقیقت رو آدم باید بدونه. اگه امروز مثلا میگن نمیدونم من چه میدونم فلان چیز آیین چینیه و ما امروز تو دنیا به عنوان آیین هندی شناختیم، این واقعا نامردیه. میدونی، حالا میگم یعنی خیلی حالا مثلا چه میدونم غرور، نه غرور چیز بدی نیست، یا مثلا میخوام بگم ایگوی ایرانی ما رو نگیره، ولی از اینی که انقدر اینا دستخوش در تاریخ، دستخوش این همه تغییر شدن، آدم واقعا انگار دلش میسوزه، یعنی دلش میخواد که برگردونه ببره سر جای اصلی خودش بذاره. و این حس مسئولیت بالات فریما جون، که البته تو خیلی جاها ما اینو دیدیم ازت به جورای دیگه، این بر من خیلی خیلی با ارزشه. و خب شماهایی که اینجا هستین خیلیاتون رقص فریما جون رو ندیدین. حالا من اتفاقا میخوام برم ازتون خواهش کنم برم روی یوتیوب خودتون یک کدوم رو انتخاب بکنیم و حتما رقص فریمای عزیز رو ببینیم. و اینی که همه جا در تمام ایونت ها و هر موقع که فرصتی هست و نیست، خود شکارچی این ایونت هاست. یعنی درست برعکس بقیه اونایی که شاید بعد بگیم چی میگن، اونا هم شاید سالیان سال کار رقص انجام میدن، ولی مدل ددیکیشن فریما جون به رقص اصلا کاملا برعکسه. راجب اینم میخوام یه توضیح به اون بدی، که اینی که خودت همه جا داوطلب هستی و میری و حتی با خود رقصنده های خودتو میبری، بارها کاستوم عوض میکنی. و عجیبه بهتون بگم فریما اصلا هیچ گونه پرداختی رو هم قبول نمیکنه. یعنی ما دعوا داریم سر این جریانا با فریما جون که اقلا یه دسته گلی یه آویده میگه دینا من سرا یه گلی یه چیزی میخرم میام. و خلاصه میدونم برای شما این رقصا یه مفهوم دیگه ای داره. اگه دوست داشته باشی راجع به این برامون توضیح بدی، من همیشه دوست داشتم بدونم. میدونم فلسفه ایه. آره اون بحث از خودش رقص یه فراتره. صحبت دیگه است، خیلی حتما. طولانیه. ولی بله. ما رقصایی که امروزه خب انجام میدیم اصلا رقص نیست، اون انترتینمنت، رقص های مهمونی رقص نیست. رقص هایی که ما داشتیم، رقص های ما همشون یک نوع دعا بودن، یک نوع نیایش بودن. و رقص هایی که امروزه حتی در فولکلوریک ما انجام میدیم، رقص های اصیلی که ما در فولکلوریک انجام میدیم، هر حرکتی که انجام میدیم از انگشتمون تا پامون سمبولیکه و یک نیایشه. و من خیلی باور دارم که وقتی که اون رقص رو انجام میدم باید دقیقا همونی بوده که در باستان، زمان باستان انجام میشد. یعنی من سعی میکنم که تمام حرکت ها همون حرکت های قدیمی رو استفاده کنم. لباس هایی که میپوشیم همشون سمبولیکه، گلایی که رو لباس انجام میشه، رنگا هفت رنگ مقدس، گلا هفت گل مقدس، کروایی که توی کاستوم انجام میشه، همه باید اونی باشه که ما داشتیم. برای همین خیلی مهمه، به خاطر اینکه رقص برای ما یک نوع دین بود. یعنی ما امروزه رقص ما اصلا ممکنه به حتی بهش احترام نذاریم، ولی زمان که ما برای ماها در آن زمان دین ما رقص بود، موسیقی بود و باید بهش احترام گذاشت، باید حرکتش رو درست انجام داد، باید با موزیک درست انجام داد. به خاطر اینکه ممکنه برای شما که یکی داره رقص رو میبینه فکر کنه فقط یک شوه، یا ممکنه برای رقصنده فکر کنه که فقط یک رقصه، ولی برای کاهنان، برای خورشید اون رقص نیست، اون یک نوع نیایشه. برای همین باید بهش احترام بذارین، چون رقص رو انجام میدی، اون انرژی که اون فرشته ها میبینن یا اون نور داره میبینه برای تو داره برمیگردونه. برای همین این مهمه. ممنونم ازت. حدس میزدم که یک ارتباطی بین شما و کائناته و اینو جایی که میری میخوای اون انرژی رو توی اون فضا یه بار دیگه بچرخونی و حتی مایی که نمیدونیم داره چه اتفاقی اونجا میفته ولی اون انرژیه به ما میرسه. اینو من کاملا میتونم
احساس کنم حتی موقعی که داری اجرا میکنی بدون اینکه آره زیادی از یه چیز حالا مثلا خیلی کوچولو بهتون بگم، ما همین بشکن زدن رو امروز تو مهمونی خیلی انجام میدیم، ولی در اصل میدونین این بشکن زدن یعنی اینکه روحتو بلند کنه، یعنی روحتو بیدار کنه. و در زمان قدیم دست یا بشکن میزدن، میگفتن که این صدا میره به اون گوش میخوره و اون روحتو بیدار میکنه. برای همین امروز ما فقط بشکن میزنیم برای مهمونی، ولی در اصل بشکن یا دست زدن یه چیز نیایشی بوده. بسیار عالی. میخوایم ما هم دیگه یه کوچولو رقص ببینیم؟ ببرمتون بریم یه مهمانی فریما جون. امیدوارم، میگه من انقدر تو این کارهای اسکرین شیرینگ و اینا چیز وضعم خرابه. فریما جون خودتون بگین کدوم رو بذاریم. برم رو پلی لیستتون. نمیدونم آره ببینم چی داری، خودم نمیدونم چی دارم اونجا. بذار ببینیم چی داریم. یه دونه طبیعت رو بذارم. این رقص توی طبیعت تو خیلی دوست دارم. خوبه آره. شیدا شدم. او مای گاد چی اومد بچه، فالمون رو گرفتیم امشب. اینا جان لطفا سفر بزرگتر کن. بله الان باز کردم، درسته؟ بله. حیف صداش برای ما خیلی خوب آره نمیاد. صدا نمیاد. آره صدا خیلی نمیاد. کم. بس ببینم رو خود ویدیو هم میتونم صدا رو زیاد کنم. اجازه بدیم. بیشتر از این نمیشه متاسفم. اینکه گفتن رقص جنبه نیایش داشته، منو یاد رقص سما انداخت که الان تو اونا هم خب تقریبا به همین قصد انجام میشه. بله ولی رقص سما مال ما بوده. ما کاهنان زنمون رقص سما رو انجام میدن. در از سما نبوده، بهش وشت میگفتن، بعد شد بله. سما. واقعا جالبه اینا رو. خب قبلا تیکه تیکه میشنیدیم، ولی خب الان یه منبع معتبر داریم که بتونیم معرفی بکنیم از شما. پیدا شدم پیدای پیدا شدم پیدای پیدا شدم شیدا 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 شدم شیدا 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 شدم. چیکار کردم؟ چیکار کردم من؟ صفحه رفت نه ما فقط فریز شده. فریز شد ولی موزیک رو داشتیم. زدم یه جایی رو الان رفت. موقعی که کردیم که امشب نخوابیدیم. ببخشید پیدا نمی کنم. خب ولی لینکش رو کاش برامون بذاری که بعد خودمون با کیفیت بهتر ببینیم. نه هیچی پیدا نمی کنم. اگه زوم رو قطع نکردم آها لینک رو گذاشتی. اوکی. ببندم. پیداش کردم. ببخشید فریما جون من قطع کردم. نه خواهش می‌کنم. آره میکنم. بله. و اینه که آره یک کوچیکیه به قول معروف جوره از این رقص ما چشیدیم و خیلی خیلی خوشحالم که ما رو حسابی یه بشکنی به زدی، اگه خواب عمیقی ما رو پروندی که ببینیم چند تا آینه که بریم بخونیم و پیدا کنیم. بچه های دیگه، آویده جون، گیتی جون، محشید جون، آذر جون، یه نفر دیگه هم بود الان اون اومد تو که اومدم ادمیت کنم زدم همه رو جا به جا کردم. ببخشید. اگه سوالی چیز دیگه ای دارین بگین که بگو بهار جان.
من خیلی سوال دارم ولی حتما. میخواستم بگم که خب این که 100% نیایشه رو که حتی توی همین عبادت‌های میستیسیزممون هم این واقعا جزش بوده، ولی من یه چیزی که فکر میکنم صدا از یه جا میاد. من یه چیزی که سواله برام اینه که حالا من دارم الان یه درس میخونم مطالعات فرهنگی و اینا، بعد اون تز پیشنهادیمو که هنوز شروع نکردم کار کنم، همین ارتباط فرهنگ زنانه و مرتبط با طبیعت بوده، یعنی یک نوع اکوفمینیسم بوده توی فرهنگ کهن ایران که بعد اتفاقا از نمونه هایی که میخواستم راجبش صحبت بکنم رقص بود. میخواستم الان در مورد ارتباط رقصی که الان مثلا دیدیم با طبیعت اگر که میتونی یکم برامون توضیح. توی کتابم توی چپتر رقص با طبیعت هست Dance of the Divine Nature، یک عالمه دربارش نوشتم. ما توی ایران باستان 7 تا گل مقدس داشتیم، 7 تا درخت مقدس داشتیم، 7 تا رودخانه مقدس داشتیم، 7 تا زمین مقدس داشتیم، 7 تا حیوانات مقدس داشتیم و باور این بود که وقتی که میرقصی یا نیایش انجام بدی یا میچرخی باید اون 7 تا رو بیاری با خودت و با اون زمین یکی بشی تا بتونی اون رقصی که میخوای یا بتونی به اون نوری که میخوای برسی. و تمام حرکت هایی که وقتی حالا کتاب بخونین شاید بعداً ویدیو منو ببینین متوجه بشین، به خاطر اینکه حرکت های انگشته من گل لاله رو در میاره، بعد چرخ من گل سرخه، وقتی که وای میسم دستمو بالا میبرم درخت چناره. اینا همشون سمبولیک هستن و باید اینا رو انجام بدی که تا منیفستیشن اون 7 المانت رو بیاری تا بتونی اون رقص انجام بدی. برای همین میگفتن رقص یک نوع نیایشه، بهش احترام بذارین چون وقتی که میرقصین دارین دعا میکنین. خیلی جالبه. خیلی جالبه. اینا دیگه چی میگن یونیورسال لنگویج و یونیورسال نمیدونم دیواین ویزدام و همه اینا باهاش با هم دیگه انگار در هم رفته. من واقعا خیلی دوست دارم فریما جون بازم بیای و میخوام بهت پیشنهاد کنم، چون ما حتی سواد اینو نداریم که بگیم تاپیک بعدی رو ما میخوایم پیشنهاد کنیم. شما از این گنجینه تاپیکاتون حتما دوباره به ما معرفی کنین و من به شخص خیلی دوست دارم این آینا رو خیلی بیشتر یاد بگیرم و بعد ببینیم هر کدوم از ما یه سفیری باشیم تا جایی که میتونیم، حالا یه دونه 2 تا از اینا رو هم بتونیم یه کاری بکنیم بازم غنیمته. نه عیدی برای همه بریم یه درخت سرو بخریم ایران بکاریم بهشون، اینا از مهران جون تا یاد گرفتم بهشون یه دونه گیفت کارت بدم بگم به جای شما یه درخت سرو تو ایران کاشتم. آره به خدا. فریما جون الان فرصت بسیار خوبی هست که برای شب یلدا که دور هم جمع میشیم برنامه‌های شما رو ببینیم یا اون رقصا رو، اگر که دستچین کنین گلچین کنین یه چند تا از اینا رو برای به خصوص شب یلدا خیلی به ما کمک میکنه که اینا رو توی شب یلدا پخش کنیم با دوستان بشیم و گوش بدیم. باشه حتما. من چند تا ویدیوهایی که خوبه برای یلدا رو میفرستم. رقص شم داریم که برای میترا انجام دادیم، رقص برای خدای آناهیتا داریم که مهمه. اینا رو میفرستم که برای یلدا استفاده کنیم. عالی، مرسی. اگر مهران جون مانورای برنامه شب یلدا دارین، فریما جون یه هلیکوپتر دارن در تمام به اریا از ساکرامنتو تا پایین تریسی برای اجرای رقص پیداشون میشه. من به جای ایشون بگم و من اگر که بازم بهار جون سوال داری، من اگر که اجازه بدیم فقط فکر میکنم ریکوردینگ رو قطع کنم. میخواستم قبل از سوال کردن ها بکنم که از فریما جونم اینجا دوباره من تشکر میکنم قبل از اینکه ریکوردینگ زوم رو قطع کنیم. همه اونایی که شرکت نکردین امشب، حالا چیزایی رو که از دست دادین رو دیگه از دست داریم میدین، پس با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی فریما جون حضوری اینجا ببینیم.